سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل یوتیوب فرش موویز. امروز میخوایم یکی از فیلم های آمریکایی دیگر را به معرفی بگذارم. کامینگ تو امریکا قسمت دومش. البته بیش از 3 دهه بعد از فیلم کلاسیک کامینگ تو امریکا، شاهزاده حکیم دوباره برمیگرده، اما این بار به خاطر پیدا کردن عشق نه، بلکه به خاطر پیدا کردن وارث تاج و تخت. حاکم با بازی افسانه‌ای کمدی ادی مورفی حالا قرار است پادشاه سرزمین خیالی زامندار شود، اما یک مشکل بسیار بزرگ وجود دارد. طبق سنت‌های سلطنتی او باید یک وارث پسر داشته باشد، ولی اونا مطابق به چیزی که شما می‌بینید او 3 تا دختر دارند. در همین حین حاکم متوجه میشه سالها پیش در سفر اولش به نیویورک پسری در امریکا داشت که از وجودش کاملا بیخبر بود. پس دوباره راهی کوینز میشه، همان محله که داستان قسمت اول دو شکل گرفته بود دوباره از اونجا شروع میشه، ولی این بار او باید پسرش لاول را پیدا کنه، او را قانع کنه که به افریقا بیایه و به عنوان شاهزاده آینده تربیت شود. اما لاول یک جوان کاملا آمریکایی است، با فرهنگ و طرز فکر سبک زندگی آمریکایی است بزرگ شده و زندگی کاملا متفاوتی از سلطنتی زامندار تربیت شدن. فیلم پر از موقعیت‌های کمدی است که از تضاد فرهنگی بین زندگی سلطنتی آفریقایی و زندگی شهری آمریکایی شکل می‌گیرد. دوباره شاهد هنرنمایی ادی مورفی در بازی چند نقش مختلف هستیم، چیزی که در قسمت اول بسیار مهم و محبوب بود. در کنار او ارسون هال نیز بازی میکنه و همان انرژی نوستالژی که قسمت اول را زنده میکنه. اما کامینگ تو امریکا فقط درباره خنده نیست. فیلم درست است که چند فیلم شوخی و سرگرمی است، ولی در این عرصه تلاش میکنه پیام‌هایی را درباره قدرت زنان، تغییر سنت‌های قدیمی، معنای واقعی رهبری را کند. این سوال را مطرح میکنه: آیا پادشاهی فقط به داشتن یک پسر وارث بستگی دارد یا شایستگی مهمتر از جنسیت است؟ در نهایت این فیلم ترکیبی از نوستالژی دهه 80، شوخی‌های جدید کاملا مدرن است، لباس‌های پرزرق و برق آفریقایی که مطابق با فرهنگ آفریقا و پیام‌های امروزی است. یک کمدی خانوادگی که بیشتر از هر چیزی حس خوب یادآوری خاطرات قدیمی را هدف گرفته و ولی این فیلم نظر به محتویاتش که می‌بینیم یک سوال ایجاد میکنه: اگر تو به جای حاکم بودی بین سنت و تغییر کدام انتخاب میکردی؟ خب دوستای عزیز، اگر از دیدن ویدیوی ما، از دیدن برنامه لذت بردید، صفحه ما را لایک، کامنت و سابسکرایب کنید.